نمیدونم علت در چی است که اگر خانم ها شبانه در دوشنبه بعد از ساعت 17 یا 19 به کوچه برایند، ماشین های زیاد در نزدشون ایستاده دعوت های ناجا میکنند و اگر اون خانم مثل من یک جوان باشد و خود را رنگ و باری زیاد کرده باشد، به شک و شبهه اون به حیث یک زن فاحشه قبول کرده می شود. اگر باور ندارید پس بیایید میبینیم. نه راما هیچ که کش نکرده صدای جا کجا در کوره؟ کجا در کوره؟ نه نه راما در کار نیسته یگانجو چه چیسته دارن؟ خیلی کار دارم. چیکار دارم؟ چی اهمیت دارد برای شما؟ اهمیت کلان داره. просто کتی گپ بزنم با فروخ. نه. یه مینوت. باشی؟ خولیگان میتوی بگی دست بگی. برا. لبا خوش رو راضی میکنه Тебя люблю, хочу и помню твое тепло и за красоту. И как прекрасное вино. Я буду это немножко твой вкус, понимаешь? Пока живу, пока дышу. خب برای چی شنمیاد بود؟ ایشه سوزی میشاو کارمتو دارن چانس منی چه؟ چانس منی چانس من؟ ما آدم گفتگی نیستم سریوز موخی؟ یکی خیلی ناز بزرگ تنمونی من ناز بزرگ ندارم موخی یافتم اگر نبرین دقیق نکیش داد آخی کجا برم ما یگانجا ما آدم گفتگی نیستم خود خیلی نمیدونی ما کجا میدونم خوش اینه که دیدید یگانه مشکل نیست که یک دختر شبانه میتواند با آن دوچار شود. باز اگر خدا نکرده دخترها و یا خانمها نفهمیده در جای انتظار نقلیات و یا نفر شوند که استگاه زنهای سبکپا باشد، از دست فاحشه ها سالم رها شدن او امر است محال. بیایید شاهد میشویم، خود ببینید. چه توچکای مادایی؟ اینجا توچکا شما؟ ما نفهم چه نماده ایستادن؟ راست نگی مطمئن یگانه ولی من دسته نیست ساز دارم نماشم زیرین لطف میرمزی نه های بخشیش جا تو های فهمان شال من دسته نیست بخشیش خیلی من نفهمیدم من نفهمیدم نتونی بگه اینجا نیوری من نگفتم بعد بگوشم من نمیدم ما جود اجاگه تاشکی میکنم بیخوری نه تو که پاسپورت بیام پاسپورت ندارم خاطی چی داری؟ برای بخورم میکنی